ما وقتی این قصه رو با سکه ها مرور میکنیم میبینیم که سکه های اسلامی، سکه های ایرانی و دوره اسلامی ابتداعاً با تصاویر همراه بود. یعنی ما چه سکه های عرب ساسانی چه سکه های بیزانسی با یک تصویری از همون ساسانی یا بیزانسی با یه عبارات خیلی مختصری لله ربی جید اینها همراه میشد و از سال حدوداً 70 کم کم سکه‌های اسلامی تولید میشن. سکه‌های اسلامی اول به همون سیاق عرب ساسانی عرب بیزانسی شکل دارن، یعنی تصاویر دارن و این تصویرگری روی سکه ها تداوم پیدا میکنه. یعنی علی‌رغمی که تصویرگری تو اسلام منع شده، حرام بوده فلان، ولی این مانعی نشده که سکه هایی با شکل و شمایل استفاده نشن و همیشه ما تو دورهای بعد تا ایلخانی و بعد از اون سکه هایی با تصویر و آیکونگرافی داشتیم. اما مراجعه به کتابت به نظر میرسه دلایل دیگه هم داشته. تصاویر خب خیلی همه فهم بودن و تبادل نمادینی که بین حاکمیت و مردم صورت میگرفته خیلی ساده انجام میداده. ولی سکه‌های اسلامی که کتابت روش داشته، متن روش داشته، خب این تبادل رو غنی‌تر می‌کرده، امکان مبادله مفاهیم رو خیلی وسیع‌تر می‌کرده نسبت به تصویر. به نظر میرسه مخاطبین این سکه‌ها که مردم بودن تو دوره اسلامی یه مهارت افزایی پیدا کردن، توان خوانش پیدا کردن. قبلا این توان خوانش و باسواد کم بوده، هم سواد خواندن هم سواد فرهنگی که درک کنن معانی فرهنگی رو. لذا در کنار سکه‌هایی که تصویر دارن ما سکه‌هایی رو می‌بینیم رو به رشته که متن دارن. هم حاکمیت به راحتی میتونسته مفاهیمی که میخواد رو روی نوشتار راحت منتقل کنه، هم مردم در واقع توان عمومیشون، مهارت عمومیشون برای خواندن و درک فرهنگی بالا میرفته. این سیاست حاکمیت تو انتخاب مفاهیم تابع مسائلی بوده و باز تولید این مفاهیم هم در واقع از اون سیاست کلان پیروی می‌کرده. مهمترین سیاست حاکمیت کسب مشروعیت بوده. می اومده مفاهیم رو انتخاب می‌کرده که سرمایه اجتماعی بالایی داشتن، لذا پرداختن به بها دادن و به رسمیت شمردن اون مفاهیم با سرمایه اجتماعی بالا مقبولیت اجتماعی حاکمیت رو بالا می برده و مشروعیت حاکمیت رو در واقع تضمین می‌کرد. یعنی یک مبادله‌ای بوده بین رسمیت دادن به باورها و کسب مشروعیت از سوی مردم. اینجا یه چرخه‌ای رو من می‌خوام نشون بدم، چرخه تحولات اجتماعی. این باورها از کجا می اومده؟ این باورها منشأش نخبگان فرهنگی بودن. نخبگان فرهنگی با تولید مکتوبات، با تولید نسخه های خطی که به صورت خیلی ملموس ما امروز در دست داریم، شروع می‌کردن یک نظام ارزشی و یک جهانبینی رو به مردم عرضه کردن. به تدریج این باورمندان به اون نظام ارزشی، به اون جهانبندی، به یک جمعیت تبدیل می شدن و یک سرمایه اندوخته‌ای رو تو اجتماع پدید می آوردن. توی یه نقطه‌ای حاکمیت که صاحب قدرت بوده می اومده مبادله می کرده، این سرمایه رو به قدرت تبدیل می کرده و می اومده اون هنجارها رو، حالا ممکنه مثلا در تفلیس ابو ابن روح القدس باشه، توی نمیدونم استرآباد علی ولی الله باشه، می آورده روی سکش و این سرمایه اجتماعی رو برای خودش به مقبولیت اجتماعی تبدیل می‌کرده و نفوذ اجتماعی و قدرت اجتماعی رو در اختیار اون ارزش‌ها و اون باورهایی قرار میداده که سرمایه اجتماعی بالایی داشتن. در رابطه با تشیع جهانبینی شیعی، ما نخستین شیء مادی که امروز به دستمون رسیده مربوط به سکه‌ای هست از عبدالله ابن معاویه که این آقای عبدالله ابن معاویه برای نخستین بار بعد از قیام زید و فرزند او یحیی بن زید کشته شدن، اونها حدود سال 124 125 میاد از شعاری استفاده میکنه
که آیه ولایت هست که خداوند به وحی کرده تو قرآن آورده که اجر رسالت و دستمزد در واقع هدایتی که حضرت رسول به شما داده همدلی و حمایت از اطرت او هست. او این شعار رو سکه خودش استفاده میکنه و با این شعار یک بسیج اجتماعی قوی رو ایجاد میکنه که خب رقبای سیاسی که تو اون دوره بودن در واقع به نوعی بهت زده میشن و شروع میکنن به الگو برداری از او. یکی از اینها در واقع ابو مسلم هست که با و داعیان عباسی هستن که با یک در واقع توطئه‌ای عبدالله معاویه رو به قتل میرسونند و این شعار رو سکه‌های خودشون، رو سکه‌های عباسی علیه بنی امیه استفاده میکنن. توی جلد یک در واقع این موزه جیبی که یه سری هست که این مجموعه موزه شیعه داره چاپ میکنه، تحت عنوان پاداش پیامبری بر سکه‌های ایرانی نزدیک به 12 امیر عباسی و غیر اون که بر علیه بنی امیه اینا قیام میکردن سکه‌هاشون آورده شده که اینها همگی از این شعار برای بسیج مردم و انسجام مردم استفاده کردن. توی این تصویر زرابخانه هایی که شعار آیه مودت برای در واقع مقاصد سیاسی استفاده شده رو نمایش دادم. شما ملاحظه میکنید عمده این زرابخانه ها تو قلمرو ایرانه و توان بسیجی که این شعار داشته تو ایران بوده، نه تو شامات، نه جاهای دیگه، نه تو مصر و اینا. لذا این در واقع تو اون چرخه تحولات فرهنگی به ما اینو منتقل میکنه که مفهوم اطرت، مفهوم اهل بیت مفهومی بوده که تو ایران خریدار داشته و تو ایران مفهوم سازی شده، کانسپچوالایز شده. این مفهوم وقتی سال 127 توان بسیج اجتماعی پیدا میکنه، حداقل چند دهه قبلتر تو ایران مفهومش جا افتاده و حالا با یک کلیت، حالا من نمیگم خیلی خیلی دقیق، ولی این مفهوم توسط مردم درک شده و قابل استفاده شده برای حرکت‌های اجتماعی و سیاسی. از سال 127 تا 180 این شعار به وفور توسط در واقع شورشیان علیه بنی عباس و بنی امیه استفاده می شده و خود امیران بنی عباس هم استفاده می کردن. سال 199 یه اتفاق جدیدی می افته که این مفهوم اطرت به مفهوم عامش که بنی عباس هم مدعیش بوده میاد خیلی تخصیص میخوره. یه قیامی بعد از مرگ هارون الرشید و رقابت‌های امین و مأمون توی کوفه شکل میگیره و سکه‌ای ضرب میشه که توسط ابو ثریا که روش شعار فاطمی میاد. این مفهوم اطرت به معنی عامش حالا میاد خیلی محدودتر میشه، به اولاد فاطمه محدود میشه و اولاد امیرالمومنین و این مسئله جدیدی میشه برای به چالش کشیدن بنی عباس. به نظر میرسه در واقع مأمون در پاسخ به این در واقع شعار جدید که اولاد فاطمه اولاد مشروع خلافت هستن میاد و سکه ولایت عهدی رو با این در واقع سج ولی عهد المسلمین علی ابن موسی ابن علی ابن ابی طالب، این ابن علی ابن ابی طالب اولاد علی ابن ابی طالب حضورشون در خلافت عباسی مسئله مهمی بوده که تو اون موقع به نظر میاد درست یک سال بعد از در واقع سکه ابو ثریا پاسخ اجتماعی بوده به سکه فاطمی. این سکه از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام سال 202 تا شهادت امام رضا علیه السلام ضرب میشه. زرابخانه‌اش هم دوباره تو ایران قرار دارن، یعنی مرو و سمرقند و اصفهان و شیراز و در واقع ری و اینا محل‌هایی هستن که این سکه ضرب میشه. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام قاعده سکه بر این بوده که خب سکه های حذف می‌شده دیگه و چرا؟ چون اسمش پادشاه یا وزیری وقتی از دنیا میره از سکه حذف می‌شده دیگه، اون سکه ضرب نمی‌شده. استثناءً این سکه به جهت کارکرد اجتماعی که داشته بعد از امام رضا علیه السلام با تاریخ‌های جدید، یعنی با تاریخ‌های 200 یعنی تا سال 205 با تاریخ‌های جدید ادامه پیدا می‌کنه ضربش. یعنی کاملا محسوسه که
کارکرد اجتماعی که از این سکه مأمون انتظار داشته داره هنوز عمل میکنه و ادامه میده در واقع ضرب سکه رو تا سال 205. میگذره و حدود 50 سال بعد تو قیام‌های حسن بن زید منطقه طبرستان و شمال خراسان شعار جدیدی استفاده میشه. علاوه بر آیه مودت رو سکه های او، آیه تطهیر هم به سکه ها اضافه میشه. این سکه ها توی نیشابور و استرآباد، جرجان که در واقع گنبد کاووس فعلی هست، نه گرگان، استفاده میشه، ضرب میشه و به عنوان یک شعار جدیدی که داره مفهوم اطرت رو به مفهوم اولاد فاطمی و بعداً در واقع داره یک هویت قدسی رو هم برای اینا ایجاد میکنه. یعنی اگر قبلا حقوق قدسی اینها مد نظر بود اطرت، حالا داره یک مفهوم قدسی هم که اطرت کسی هست که مشمول آیه تطهیر، مشمول آیه در واقع مودته و یک هویت قدسی بر اینها شکل میگیره. این سکه با شعار آیه تطهیر توسط حسن بن زید که از زیدیه بوده شروع میشه، ولی بعداً اسماعیلیه ها هم تا سال 316 این رو ادامه میدن و تو قزوین و جای مختلف ری و اینا ضرب میکنن. یکی دیگه از سکه‌هایی که در واقع اسماعیلی‌ها ضرب میکنن در سال 343 سکه هست که توی منطقه طارم ضرب میشه و خلافت الهی امیرالمومنین روش میاد که تو اینجا تصویرش رو میبینید، علی خلیفت الله، و بعداً یک سال بعد از اون محمد رسول الله صلی الله علیه و علی وصیهی که مفهوم وصایت هم به این مفاهیم در واقع روی سکه اضافه میشه، صاحب الحق. شما ببینید این منطقه طبرستان یه منطقه هست که این مفاهیم به نظر میاد بیش از سایر مناطق داره توسعه پیدا میکنه. مفهوم خلافت اللهی، مفهوم وصایت، مفهوم در واقع آیه تطهیر که این افرادی هستن، این اطرت که خداوند پاکی و در واقع تنزیه اونها رو اراده کرده، اینا داره تو اون منطقه هی گسترش پیدا میکنه و نهایتاً میرسیم به سکه‌ای که سال 366 توسط خاندان باوندی. خاندان باوندی یک کلیپی رو در آخر بحثم نشون خواهم داد. یکی از خاندان‌هایی بودن که در واقع از خاندان ساسانی بودن. اینها همراه یزدگرد تو جنگ قادسیه بودن، شکست میخورن و به سمت طبرستان میان و نهایتاً علیه بنی امیه قیام میکنن و اون منطقه رو دست میگیرن و بسیار مورد احترام بودن. این حتی قدرت سیاسی هم وقتی نداشتن، امرای تبری وقتی می‌خواستن حرکتی بکنن میومدن خلاصه یه رخصتی از اینا میگرفتن. یعنی یک شأن معنوی خاصی رو تو منطقه داشتن و تا سال 250 اینا کماکان در واقع زرتشتی هستن. سال 250 اینا اسلام میارن، مستقیما هم اسلام 12 امامی وارد میشن، یعنی نه پیرو اسماعیلی‌ها میشن نه پیرو زیدی‌ها و 12 امامی میشن از ابتدا. و روی این سکهشون از سال 350 هم علی ولی الله رو سکهشون میارن. زمانی هست که بالاخره حمایت آل بویه هم شکل گرفته، قدرت سیاسیشون، و روی این سکه تعبیر عجیبی رو استفاده کردن که الله محمد رسول الله علی ولی الله ذریته خیرت الله. این در واقع برگزیدگی ذریه امیرالمومنین رو روی این سکه به صورت نمادین استفاده کردن. المتولی لاولیاء الله رستم بن شروین که این در واقع سجع سکه‌های ولایت امیرالمومنین توسط اینها تا سال حدود 388 تا امروز یافت شده. آقای جورج سیمارز که رئیس سکه شناسی آمریکا بوده، برای فکر کنم اولین بار مجموعه سکه این باوندیان رو منتشر کرد، دسته‌بندی کرد و در واقع نخستین، ولی این سکه تو اون مجموعه معرفی نشده بود. حالا به خاطر محدودیتی که تو در پخش آنلاین داریم، من این کلیپی که الان آماده کردم پخش نمی‌کنم چون احتمالاً دچار مشکل بشه. ادامه بحثم رو پیش میرم، انتهای بحثم در واقع اون پلی خواهم کرد.
خب ما تو طبرستان و کل منطقه ایران شاهد هستیم مفهوم اطرد، مفهوم اهل بیت شکل میگیره و توسعه معنایی پیدا میکنه. یه جهش 300 ساله رو من میخوام انجام بدم. تو این 300 سال سکه‌های مهمی ضرب شده، ولی حالا ازش صرف نظر میکنم. سال 709 دومین فی الواقع حکومت 12 امامی که در واقع سکه های شیعی هم، سکه های با پیام شیعی هم تولید کرده به وجود میاد. آقای سلطان محمد خدابنده از ایلخانان مغول این تشیع 12 امامی رو انتخاب میکنه سال 709 و کل بلاد ایران رو دین رسمیش رو تشیع امامی در تعیین میکنه. توی این تصویر نزدیک 85 تا زرافخانه‌ای که او سکه علی ولی الله با نام 12 امام رو منتشر میکنه از سال 709 تا 716 ملاحظه میکنیم. تعابیری که رو سکه‌های او استفاده میشه برای من اهمیت داره. یکی از تعابیری که برای اولین بار داره رو سکه‌های ایران میاد کلمه حجت هست که اینجا سکه‌ای که تو تبریز ضرب شده، جای دیگه هم بوده، آمده که اللهم صل علی محمد و علی و حسن و حسین و نام 12 امام، اسم حضرت امام 12 رو با تعبیر محمد الحجه میاره. یعنی اولا شخصش مشخصه، در ثانی حجت هم هست. ما برای اینکه بفهمیم چرا او این کار انجام میده باید نگاه کنیم که در مقابل چه کسی داره این تعبیر استفاده میکنه، دیگری که او داره کیه. تو اون دوره ما مهدویت رو تو اهل سنت هم داریم. آقای رسول جعفریان که تو کتاب مهدویان دروغی کلی از این قیام‌هایی که تو اهل سنت اتفاق افتاده ادعای مهدویت کردن رو مستندش آورده. اساساً تو باور جهان اسلام غیر شیعی یه فردی، یه امپراتوری قراره بیاد، منجی هست، موعودگرایی هست و به حال یه مهدویت نوعی قائل هستن. در باور شیعی این مهدویت نوعی نیست، منجیگرایی نیست، موعودگرایی نیست، بلکه انتظار امام 12 انتظار حجت خداست که دقیقاً شخصش هم در اون حجت ابن حسنه که فرزند امام عسکری هست. لذا او با این تعبیر محمد یک که شخص، دو حجت هست، یه فرست در او رو در واقع یاد او رو داره بازترمان میکنه. منظومه معنوی شیعی، اون نظام و ساختار معنوی شیعی با ساختار سنی کاملا متفاوته. یعنی حتی تو تصوف سنی هم ما با ساختار متفاوتی مواجه هستیم. تو ساختار شیعی خدا هست، حجت خدا هست و مردم، حالا رسول هم به واقع حجت، و باور اینه که اگر او حجت نباشه لولا الحجه لساقط الارض، اگر او نباشه نه تنها کل نظام هدایت به هم میریزه، او واسطه فیضه، بلکه تو هستی هم او نقش داره که اصلا نباشه زمین و آسمان به هم میریزه. اراده خدا به او نازل میشه و او مقدرات جهان رو در واقع اشاعه میده تو هستی. این تعبیر، این نظام سلسله مراتبی و عمودی با مفهوم حجت تو تشیع 12 امامی کاملا توریزه شده و داره این مفهوم تو سکه اولجاتو بر اولین بار بازنمایی میشه. حالا تو وسط این دایره هم لا اله الا الله محمد رسول علی ولی الله که شعار عام شیعه است رو ملاحظه کنید. تو این سکه که فکر می‌کنم تو بغداد ضرب شده، تعبیر محمد المهدی الحجه اومده، یعنی لقب مهدی با لقب حجت همراه شده. و تو این سکه که خب تو زرافخانه‌های زیادی مثل کاشان و ساوه و اینا ضرب شده، محمد خلف الحجه اومده، یعنی باز پربسامدترین لقب همین لقب الحجه هست و اسم محمد توی سکه‌های اولجاگی و تا سال 716 که سال مرگ او یا ترور او هست ادامه پیدا میکنه. میگذره و بعد از اولجایتو ایلخانان افول میکنن و ملوک و طوایفی تو ایران برپا میشه. سربداران توی خراسان، مرعشیان توی طبرستان و
آل صفی تو منطقه قم حکومت‌های شیعی هستن که تو این فضای ملوک طوایفی قدرت دست میگیرن. سکه‌های مرعشیان طبرستان باز نشون میده که آقا تو اون منطقه به لحاظ توسعه معنایی باور امامت خیلی پیشرو هستن. این نشون میده علمای بسیار زیادی اون تو اون منطقه بودن، حالا یا افرادی که این توسعه مفهومی، این توسعه فرهنگی رو در واقع تقبل میکنن. ما اسمشون رو خیلیاشون نمیدونیم. رو این سکه سمت راست که تو موزه ملک نگهداری میشه آمده المهدی محمد الحی صاحب زمان خلیفت الله. یعنی تعابیر رو ببینید، هر دونه اینا رو بخوایم روش کار بکنیم، مفهوم سازی بکنیم، توصیف بکنیم، چقدر وقت میگیره. این چقدر چند دهه چند نسل کار شده تا این مفاهیم رو سکه ها آمده. سمت چپ سکه دیگری هست که از سلطان العادل العالم. ببین نقش‌هایی هست که دیگه نقش معنوی نیست، رهبری معنوی نیست، رهبری اجتماعی و دنیوی هم شامل شده. الحجه قیام کننده المهدی علیه السلام که از رهبری معنوی به رهبری اجتماعی هم در واقع بازنمایی داره میشه که نه تنها او نقش معنوی داره بلکه ما تو این اوضاع احوال به هم ریخته حق سلطنت از آن اوست، ما دیگه به اجبار به نیابت او داریم این سکه رو میزنیم. یعنی این مفاهیم رو داره رو سکه باز تولید میشه. مرعشیان تا حمله تیمور تو طبرستان حضور دارن. سال 747 حالا یه مقدار قبل از مرعشیان، یعنی بعد از تو همون وضعیت آشفته بعد از ایلخانی، توی شیراز به منطقه فارس، یزد، اصفهان، کازرون و ابرکو آل اینجو و آل مظفر سکه‌هایی با یه طرح جدیدی میزنن. سکه‌هایی که حاکمانشون سنی هستند. تا اینجای قضیه هر کی سکه زده بود یا شیعه بود یا گرایش شیعی داشت. اینها سنی هستند ولی یک سنی جدیدی هستن. سنی‌هایی هستن که رو سکه می‌نویسن عمر، ابوبکر، عثمان، علی ولی الله و یک تسنن ایرانی ایجاد کنه. این سکه هم ببینید باز تو ایران داره تولید میشه. ما تو خارج از محدود ایران این در واقع نمادسازی رو نداریم. یا مثلا این سکه شاه شجاع مظفر، آل مظفر، بسم وسطش لا اله الا الله محمد رسول الله، ابوبکر، عمر، عثمان، علی ولی الله. یعنی سنی داره شکل میگیره که باور 12 امامی داره. این سنی ایرانی سنی هست که باورهای امامی ولایت امیرالمومنین رو حالا از منظر تصوف، از منظر در واقع متفاوت با تشیع داره پیگیری میکنه. تشیع اگر علی رو ولی الله قبول داره به عنوان منصوص از طرف خداست، خلیفت الله، خیرت الله. تو اینجا این مفهوم نیست. اینها در واقع یک آداپتیشنی بین باور سنی که اصلا قرار نبود، یعنی خدا بود ما، و تفکر جدیدی که معنویت رو از آن امیرالمومنین میدونه. حتی میریم جلوتر تو دوره تیموریت اسم 12 امام هم رو سکه میاد. شما بناهایی که دوره تیموری ساخته میشه مثلا تو ورزنه میبینید تو محراب علی ولی الله اومده، کیش ساخته شاهرخ. توی ازبکستان این کتاب موزه جیبی 8 آثار تیموری تو ازبکستان. شما اگر ندونید اینجا ازبکستانی میگید احتمالاً نجف یا مثلا کربلاست. یعنی این مقدار اسامی ائمه روی بناها ظاهر شده. یعنی تسنن ایرانی تسننی هست که باور 12 امامی داره. این تو این در واقع بعد از اولجاتو هست که این هویت شکل میگیره و این روی کرد ادامه داره تا سال 913 که برآمدن همزمان هست با برآمدن شاه اسماعیل صفوی. این سکه سلطان حسین تیموری هست و تو استرآباد ضبط شده. این گوشه پایین 913 رو ملاحظه میکنید. وسط سکه اولا الله محمد رسول علی ولی الله
دورش اسامی ائمه جعفر، موسی، علی، حسن، محمد میبینید ضرب شده. این در واقع همسویی ایرانی ها بر محور ولایت امیرالمومنین یک انسجام ملی ایجاد میکنه که ثمرش پدید اومدن صفویه و شکل‌گیری مجددا ایران با در واقع فاکتور انسجام بخش معنویت علویه. در این سکه‌ای که خیلی سکه خاصی از شاه اسماعیل، یا علی رو تو مرکز سکه ملاحظه می‌کنیم و دعای این ذکر ناد علی رو، دعا که نیست، ذکر ناد علی رو حول مرکز در واقع او ضرب کرده. این ضرب این سکه پیشینش به این نقاطی برمیگرده که قبل از شاه اسماعیل آثار و سکه‌های شیعی قبلا ضرب کرده بودن و این مفهوم کاملا بین ایرانی ها چه شیعه چه سنی جا افتاده بود و انسجام ملی ایران رو در واقع مرهون او بود و تونست در واقع شاه اسماعیل از این عامل انسجام بخش استفاده کنه و ایران رو دوباره شکل